قصه باد و برگ خزونه میرن آدما، از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. عجب رسمیه رسم زمونه، قصه برگ و باد خزونه میرن آدما، از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. درود حق بر روح مجدد دوران، مولانا عبدالعزیز آن گوهر ایمان. ای پیر فرزانه نور این خانه، به شمع تو روشن مکی چو گلشن. الهی ما مردیم ز داغ دامنی، مجاهد طبیب روحانی، رنگها بشد زد در سوگ شیرمرد. سوختیم خدایا از ناله بودن، دو کفتر خونین دو گوهر زرین، ضیایی و صیاد ارواحشان بادشاه. ز خون تو صیاد بندر شد آباد، تو ای ضیایی چشم و چراغ مایی. نو رفته از چشمان آن قطب کردستان، آن لاله و ریحان ملا احمدیان. در سوگ تو گرید ماه و هم خورشید، به یاد لاله دل بی قراره. میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. ز مجلس ما رحمتی بر شمس خراسان، مولانا مطهری آن اصبه ایمان. آن شمع سوزنده ماه تابنده، روحش معطر قبرش منور. میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. رفت سایه از سر اومد چرا اختر، نور دارالاسلام مفتی خدا نظر. ز داغ هجرت ای پاک دلها شده چاک، چشمم پر از خون اشک
گشتم چو جیحون. آزاد و آزاده احمد مفتی زاده، در جبهه حق بود همیشه آماده. آن شمع کردستان حامی قرآن، روحش به رضوان در جمع پاکان. روح تو خندان چو گلهای بهاری، مولانا عبدالعزیز الله یاری. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعال لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. به نام آنکه بر ما عقل و دین داد، به ما توفیق خیری این چنین داد. سپاس و حمد دائم آن خدا را که نعمتهای بی حد داده ما را. درود و هم سلام بی نهایت به روح مصطفی ختم رسالت، به آل و صحب آن فخر دو عالم، به هر روز و شبی هر آن دمادم، خصوصا بر روان چار سرور ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، که هر یک کوکب برج خلافت درود حق بر ایشان بی نهایت. خدایا هر چه داریم از تو داریم، به جز تو از کسی چیزی نداریم. به ما بخشیده ای هر گونه نعمت، به ما هرگز نشاید از تو غفلت. تمام هستی ما از برایت، تن و جان و روان ما فدایت. ندانم من چه چیزی بهرمان به، خداوندا به ما آن ده که آن به.
به ما و شافی رحم کن ما را ببخشا، تو دستمان گیر و هم عفومان بفرما. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال، تنها خالق و تنها مالک، تنها مدیر و تنها مدبر، تنها مریض کننده و تنها شفا دهنده، تنها زنده کننده و تنها میراننده، کارها همه و همه تنها در دست قدرت اوست و بس. او همه کاره است و دیگران هیچ کاره، او رازق است و دیگران مرزوق، او خالق است و دیگران مخلوق. و برای چنین دعوت روشن و واضحی کتابها فرستاده، پیامبران فرستاده که درود خداوند بر اون پیامبران راستین از آدم تا خاتم، به خصوص به سرورشان و پرچمدارشان و امامشان در آسمان چهارم پیشوایشان بود در نماز. درود خداوند بر او باد که با تحمل رنجهای فراوان گنج آسمانی توحید و خداشناسی را و اسلام عظیم را به ما آموخت. درود خداوند بر نسب پاکش، بر عطرت طاهرش، بر همسران پاک دامنش، مادران مؤمنان، نه مادران فحاشان و سبابان و شتامان و بی تربیتان در لباس ولایت و امامت، بلکه مادران مؤمنان و صالحان و نیکان و موحدان و خداپرستان که سواد اعظم مسلمین باشند. و درود خداوند بر یاران محمد باد که بهترین یار و یاور بر بهترین پیغمبر بودند، جان و مال خود را در این راه فدا کردند، به پیامش ایمان آوردند، به احکام کتابش و شرعش عمل کردند تا حدی که چنان در این راه جانفشانی کردند که خداوند جل جلاله و عم نواله از ورای عرش اعلی آیه نازل فرمود و به همه مؤمنان از اهل بیت و غیر اهل بیت دستور داد که اگر بخواهید همچنان که من از یاران محمد راضی شدم از شما راضی شوم، همچنان که به اونها وعده بهشت دادم شما را به همون بهشت ببرم، به نیکویی از اونها پیروی کنید، نه مثل مدعیان تشیع به بدی از اونها بدگویی کنید و فحاشی کنید، از خمینی تا کلینی. المهاجرون والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. خیلی صریح و روشن و واضح. آیه های متشابه نیست، از آیات محکمات، معنیش هم واضحه. و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، بخصوص اونهایی که امروز پنجشنبه را طبق سنت نبوی روزه گرفتند که خداوند روزشان را بپذیرد، و به خصوص اونهایی که فردا بهترین روز مسلمانان در هفته و در ماه و در سال، یعنی روز جمعه که بزرگترین عید مسلمانان است و همون روزی را که امام تراشان کذاب و دجال نمازش را 1000 سال تعطیل کرده بودند، الان بعد از 1000 سال که یادشون اومده نماز عبادی سیاسیش کردند و نماز هم مسخره میکنند، نماز جمعه را به نمایش جمعه مبدل کردند. خداوند کسانی را که فردا فرض عینشون را ادا میکنند، آداب جمعه را به جا میآورند، هر کسی به اندازه توانایی خودش
خداوند از اونها بپذیرد. و با عرض سلام و ادب به همه بینندگان ارجمند، بخصوص هدایت شدگان و بقیه ارجمندان از لاهور تا واشنگتن، از نیوزلند تا کابل و تهران و در سراسر این هستی که من شما موقتا در اینجا هستیم. عذر میخوام. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن همچنان که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند سخن خداوند است و بهترین رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند جل جلاله و امن واله رسیدیم به آیه 11 از سوره یوسف علیه ولا نبینا الصلاة والسلام. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش را. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. گرفتند تصمیم خود را دگر، برفتند با هم به نزد پدر. بگفتند جانا تو را چیست بیم که ترسی به یوسف زیانی زنیم. برویم ما جملگی خیرخواه، بگیریم او را همه در پناه. تو او را به همراه ما در پگاه، به صحرا فرست ای پدر صبحگاه. بچرخیم اندر مراتع و دشت، بگردیم مشغول بازی و گشت. زد نماییم در آیه قبل خوندیم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. یکی از اونها گفت که یوسف نکشید و اونو در چاه بندازید. بعضی از آبران اونو میچینند و با خود میبرند. ان کنتم فاعلین، اگر این کارو میکنید. این آیه شریفه مفصل توضیح داده شد. اینجا که میفرماید قالو یا ابا، گفتند، نمیگه یه نفر گفت. بعد توضیح میدم یعنی چی. ما لک لا تأمن علی یوسف،
گفتند ای پدر جان، مالک، تو را چه شده که ما رو درباره یوسف امین نمیدانید؟ لا تأمن علی یوسف و انا له لناصحون. با اینکه ما قطعا محققا خیرخواهش هستیم. ببین، با این کلمات چرب و نرم دارن پدر رو فریب میدن، استدراج میکنن. چطوری انسان مرغی رو که میخواد شکار کنه دانه میندازه؟ الان برادران یوسف در صدد استدراج و فریب پدرشون هستن. بعد از اینکه نقشه رو محکم چیدن، توطئه رو چیدن، همشون متفق شدن، آمدن پیش پدر. از سیاق آیه هم اینجوری برداشت میشه که اونا در گذشته از پدر خواستان و پدر اجازهشو نداده که یوسف باشون بره. در که میگن یا ابانا، ای پدرمان. کلمه یا پدرمان درش تحبب وجود داره، یا پدر درش یه مقدار جفاه. قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا علی یوسف، پدر ما، یا به اصطلاح پدر جان. این یک استدراج زیرکانه، یک فریب پر از مکره. بدترین فریب از خلال محبت و دوستیه و بدترین خیانت هم اینجا صورت میگیره. حضرت یعقوب علیه و علی نبینا الصلاة والسلام اصلا در خاطرش عبور نمیکرد که اونا نقشه میکنن بر قتلش. نمیدونست. یعنی چی؟ یعنی که همچنان که قرآن مملو از اینه که پیغمبران غیب نمیدونن، وقتی پیغمبران غیب ندونن دیگه چه رسه به امامهای جعلی و زورکی که روحانیت دجال تشیع اونها رو به زور امام کرده، در صورتی که اونها خودشون موحد بودن، پیرو سنت پیامبر بودن مثل بقیه مسلمان ها. اینجا برادران یوسف از خلال به جوش آوردن محبت پدر میان استدراجش میکنن. اون در خاطرش نمیگذره که اون فرزندشو بکشن. درست مثل این که شما به کسی بگید اینجا که میگوید که ما لک لا تأمنا، چه شده که بر ما رو مطمئن نمیدونید، به ما اطمینان نمیکنید؟ شما یه نفر رو دعوت میکنید به غذا، میگی که شاید این غذا رو دوست ندارید، شاید این آشپزی ما خوشت نیامد. اون میگه نه والا غذات خیلی خوبه. یعنی شما وادارش کردی به همچین جوابی. میگه نه غذا خوب به من کفایتمه. یعقوب به خاطرش هم خطور نمیکنه که برادری رو بکشن، فرزندانش فرزند دیگری رو بکشن. وقتی بهش گفتند که ما لک لا تأمن علی یوسف، چی شده که ما رو بر یوسف مطمئن نمیدونید؟ اون فوری این تهمت از خودش دور میکنه یعقوب، یا خودشون این تهمت از خودشون دور میکنن. و انا له لناصحون، ما ناصحش هستیم، دوستش هستیم، برادرش هستیم. به هر حال اون برادر بزرگتر، رائیل باشه یا هر کسی باشه، برادر بزرگتر باشه یا کوچکتر باشه، بعد از اینکه مسئله قتل و اثرش برداشت و باش موافقت کردن، الان بر چاه انداختنش متفقن. الان شروع میکنن به چی؟ به نقشه چینی، به اجرای برنامه. یکی از اونها به پدر میگه که در حضور بقیه برادران قالوا یا ابانا، یکیشون میگه، همه که نگفتن، گفت ولی قرآن میگه گفتن ما لک لا تأمن علی یوسف و انا له لناصحون.
وقتی که انسان در قرآن قول یک جماعت رو میشنوه که جماعت چنین گفتن، جماعت که همه با هم، یک گروه با هم که حرف نمیزنه، که یه نفر از اونا میگه بقیه موافقت میکنن، همچنان که امام میگه ولا ضالین، ای خدا ما را از گمراهان قرار نده، همه میگن آمین. بعضی آمین آرام میگن، بعضی ها بلند میگن، اگرچه سنت بلند گفتنه. بقیه موافقت کردن، چه با سخنش، چه با سخن گفتن، چه با سکوتشون، چه با اشاره. برای که این موضوع واضح تر بشه، خداوند سبحانه و تعالی وقتی که راجع به دعای موسی علیه السلام بر فرعون سخن میفرماید، حرف میزند، و هارون هم با برادرشه موسی میگه که وقال موسی ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. خب این همش دعای موسی. موسی گفت که خدایا تو فرعون و اشرافش زینت و اموال دادی در زندگی دنیا و اینها با این اموالشون مردم از راحت گمراه میکنند، اموالشون رو نابود کن، دلهاشون رو ویران کن، اینها تا عذاب دردناک نبینن ایمان نمیارن. خب خداوند در رد جواب موسی، دعای موسی، در جواب دعای موسی میفرماد که قال قد اجیبت دعوتکما، دعای اینجا دعوتکما مثناه، دعای شما دو نفر پذیرفته شد. دعا که موسی کرد که، لیکن هارون چیکار کرد؟ موافقت کرد، موافق دعا بود. ولذا از زبان حال، یعنی گویا که یکی به زبان قال میگه، یکی به زبان حال میگه. و اینجا این آیه را این همینطوری میفهمیم، یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف و انا له لناصحون. ای پدر جان، ای پدر ما، چه شده که بر ما اطمینان نمی کنی بر یوسف و ما ناصحشیم؟ خب اینجا یه نفر میگه، بقیه چیکار میکنن؟ موافقت میکنن. و همچون که عرض شد، این جمله ازش فهمیده میشه که اونها سابقا هم کوشش کردند، لیکن پدر موافقت نکرده بر بردن یوسف. و اما و انا له لناصحون، یعنی ما متوجهش خواهیم شد، چشم ما روشه، یعنی ازش غفلت نمیکنیم، هیچ ضرری بهش نمیرسه، هیچ شری بهش نمیرسه، همه حواسمون روش خواهد بود، نیازی نیست که تو بترسید. به قول آیت الله برقعی خدا رحمتش کنه، میگه که یکی از حربه های دشمن همیشه تظاهر با دوستیه. در عربی شعری هست اذا رأیت نیاب اللیث ظاهرة او قائمة فلا تظنن ان اللیث یبتسم. اذا رأیت نیاب اللیث بارزة فلا تظنن ان اللیث یبتسم. اگر نیشهای شیر رو دیدید فکر نکن که شیر داره میخنده. تظاهر به دوستی یکی از حربه های دشمنه. این تظاهر رو رژیم پلید ایران به نام وحدت اسلامی به خوبی ازش استفاده کرده، تظاهر کرده. بین 42 ساله که این وحدت اسلامیشون مثل خود مذهبشون سراسر نیرنگ و فریب و دروغه. به هر حال یکی از حربه های دشمن از قدیم و جدید تظاهر به دوستیه، به نفاق، به نیرنگ. برادران حسود یوسف این حربه رو ازش استفاده کردن، حربه خیرخواهی، دوستی یوسف و وسیله قرار دادن که پدر جان
فصل بهاره، طبیعت رو ببین زندگی رو نو کرده، چمنها سبز و خرم پر از گل و لاله، پرندگان و چرندگان نغمه سرایی میکنن، نواهای دلکش میکنن، گله ها در میان این دره ها در گردشند و در چراهان. هر کس برای نشاط خودش میره تفریح، میره به صحرا. شما چرا یوسف رو در خانه خود حبس کردید؟ نباید پیری که خودش به دشت و چمن یا دمن توجهی نداره، به مناظر طبیعت اعتنایی نداره، سیر شده مثلا، اونها رو مکررن دیده، با کودک نورس خودش نباید این رفتار رو بکنه. نباید اونو از لذت گردش و تفریح با اطفال و بازی منع کنه. پدر بزرگوار صبح تا شب میخواد این فرزند دلبند خودشو، این طفل عزیز خودشو پیش خودش باشه، بلکه اسرار نبوت بهش بیاموزه، علوم ربانی رو بهش بیاموزه. جوانان دیگه شاید بزرگ شدن، حوصله موندن خونه رو ندارن، این استعداد مثل اکثر مردم با تیر و کمان میرن به شکار، با شبانه با پدر پیر رو به این کودک خردسال می نگرن که چرا اینا گردش نمیان، چرا مناظر صحرا رو ازش چشم پوشی کردن، خودشون در خونه زندانی کردن. این برادران وسیله کردن، اومدن پیش پدر که ای پدر چرا این کودک رو در گوشه منزل نگه داشتید؟ این صحتش دستخوش آفت میشه، نشاطش مبدل به کسالت میشه. همه اینا از سر نفاق. اکنون که چمن از سبزی آراسته، انواع مناظر روح افزا در دشت و صحراست، یوسف رو با ما بفرست تا در صحرا گردش کنه، در کنار چشمه های روان و سرسبز بازی کنه. این کودک برادر ماست، در آینده مردی اجتماعی صحرانورد باد بشه، پهلوان بشه. ارسله معنا غدا، هرچه زودتر اونو با ما بفرست، فردا بذار با ما بیاد صحرا بازی کنی. ارسله معنا غدا یرتع و یلعب و انا له لحافظون. اومدن پیش پدر نشستن، هی پدر رو وسوسه میکنند که یوسف رو باشون بفرسته. هی در صدد خدعه کردن و فریبکاری با پدرشونن، بر علیه پدر و یوسف نقشه میکنن. تعبیر قرآنی با کلماتی که پر از معانی است ذکر میفرماید، نشون میده که اونا از قبل کوششی کردن و موفق نشدن. الان میبینه قلب پدر به این فرزند محبوبش بسیار متعلقه و این پدر میخواد با نور و نبوتی که داره این فرزندش رو میخواد وارث برکات پدرش و ابراهیم باشه. یا ابانا، ای پدر ما. الان عاطفه پدری رو چکار میکنن؟ به جوش میارن. مالک لا تأمن علی یوسف. این سوالیه که درش هم سرزنش وجود داره، عتاب وجود داره، هم یک استنکار مخفی وجود داره و هم در عین حال به رگ محبت پدر میزنه و کاری میکنه که پدر تسلیم بشه. پدر یوسف پیش خودش نگه میداشت، با اونا نمیفرستاد تا اینکه خدا نکرده ضرری بهش نرسه.
بلکه دوستش داره، خیلی بهش مهربانه، فراقش رو حتی یه روز هم تحمل نمیکنه و اون زحمت و گردش و تفریحی را که برادر بزرگش انجام میدن، این کودک قدرتشو نداره. خب به هر حال این کاریه که داره، یعنی این پیشنهادی که میکنن درش خباثت وجود داره، درش مکر وجود داره، اثر صدق نیست. مالک لا تعمن علی یوسف و انا له لناصحون. ما دلامون صافه، هیچ نیت بدی نداریم، چرا بر ما اطمینان نمی کنید؟ در عربی مثالی هست میگن کاد المریب ان یقول خذونی. انسانی که دزدی کرده راه میره همش پشت سر نگاه میکنه. انسان مطمئن آرام راه میره، این برابر حواسش پرت نیست. کاد المریب ان یقول خذونی، انسان مشکوک با حواسش، با این برابر نگاه کردنش، با حرکاتش نزدیکه که بگه منو بگیرید که فلانی منم. یعنی اینجا وقتی از نصح و از دوستی و از صفا و از اخلاص حرف میزنن، با دشمنی که در دلشونه، اینجا یه دغل کاری وجود داره که خیلی شبهه برانگیزه. ارسله معنا غدا یرتع و یلعب و انا له لحافظون. تأکید بیشتر میکنن که فردا چه هوای منتظر یوسفه، و معنی یرتع، اصل یرتع چرا کردن برای حیوان، لیکن برای انسان کردشه. شمیری جای اونجا خوردن و نوشیدن همچنان که انسان وقتی پیکنیک میره، تفریح میره، همین کارو میکنه. یه مکان زیبا رو انتخاب میکنه، بهترین غذا رو اونجا میخوره با بهترین دوستان. همین مرتع یعنی چراگاه، و اصل چرا برای حیوانه و وقتی به انسان نسبت داده بشه یعنی معنی تفریح رو داره. بازی نلعب و نرتع، بازی میکنیم، چرا میکنیم، اینطوری. یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بعضی بازی ها رو اجازه داده. انسان با همسرش بازی میکنه، بازی یعنی نه بازی زناشویی، هر بازی، و اسب بازی کنه بدوه، یا با فرزندانش بازی کنه. و خود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حضرت حسن و حضرت حسین سیدا شباب اهل جنت رو بر دوشش میگرفت و میفرمود نعم الجمل و جملکما و نعم الحملین، بهترین شتر شماست. خودش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که اونها رو بر پشت خودش قرار داده، و بهترین حمل شما هستید، بهترین بار که اینو و دیگران حتی به شعر در آوردن. بهرام شاهزاده خیر الملل، دوش ختم المرس دوش یعنی شانه. غد به معنی صبحگاه، صبح زود وقتی انسان بلند میشه میره به سر کار. طلوع فجر، طلوع خورشید. ارسله معنا غدا، بذاریم برای روز بعد بهتره، خسته نشیم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، و سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اجتماع اهل حدیث در منطقه مهمند جنسی در پاکستان در حدود افغانستان به خاطر به شهادت رسوندن بعضی از علمای شما तारीख में को ये बुरा बनाते हैं, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है तब से मीडिया पे कभी अबू बकर को, कभी उमर को, कभी उस्मान को, कभी मुआविया को, कभी आयशा को, कभी हफ्सा को, रज़ी अल्लाह अन्हुम को गालियां दी जाती हैं, तबर्रा किया जाता है। हालांकि हम जिस रियासत मदीना को जानते हैं, जिसका हमें पता है, उस रियासत मदीना में आसमान का फरिश्ता मोहम्मद करीम के ऊपर नाज़िल होता था, ये आयत लेके आता था, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। ऐ लोगों, ऐलान कर दो कि मोहम्मद के सहाबा पक्के सच्चे पक्के मोमिन हैं। हज़रात, आज जहां पर खत्मे नबूवत के लिए हमारे किरदार की जरूरत है, वहीं पर असहाबे मोहम्मद के लिए हमें अपने नौजवानों को तैयार करना होगा। इसलिए कि हमारा कोई नौजवान इसहाक जालवी जैसे, मिर्जा जैलवी जैसे किसी زبان یار من اردو و من اردو نمیدانم که براتون ترجمه بکنم. این مقدار کمی متوجه میشم لیکن زیاد نه. یولس کی قرآن بلکی سنت لرو، کلی عقیده د سلفیت لرو. یولس کی قرآن بلکی سنت لرو، کلی عقیده د سلفیت لرو، کلی عقیده د سلفیت لرو. منهج روان مونږه د سلفو په منهج روان، مونږه د سلفو په منهج روان. ټول د دین سلفو ته عزت لرو، کلی عقیده د سلفیت لرو. یولس کې قرآن بلکې سنت لرو، کلی عقیده د سلفیت لرو. یولس کې قرآن بلکې سنت لرو، کلی عقیده د سلفیت لرو، کلی عقیده د سلفیت لرو. نکړو شرک بدعت تل پرې رد نکړو، نکړو شرک بدعت تل پرې رد نکړو، نکړو شرک بدعت تل پرې رد نکړو، نکړو شرک بدعت تل پرې رد نکړو. مضبوط پرې دلائل هم علمیت لرو، کلی عقیده د سلفیت لرو. یولس کی قرآن بلکی سنت لرو، کلی عقیده د سلفیت لرو. یولس کی قرآن بلکی سنت لرو، کلی عقیده د سلفیت لرو، کلی عقیده د سلفیت لرو. نکړو تقلیدنا مونږ د یو امام، نکړو تقلیدنا مونږ د یو امام، نکړو تقلیدنا مونږ د یو امام، نکړو تقلیدنا مونږ د یو امام. رد هر امام پر صراحت لرو، کلی عقیده د سلفیت لرو. یولس کی قرآن بلکی سنت لرو، کلی عقیده د سلفیت لرو. یولس کی قرآن بلکی سنت لرو، کلی أيها الحضور الكرام، رسالة أبت إلا الظهور. این کودک رو ببینید 18 کتاب
مرجع اهل سنت را حفظه، نه کتب سته رو فقط 18 کتاب، تا بدونید که اهل سنت سواد اعضای مسلمانان برای حفظ این دین چیکار میکنند و چیکار کردند از صدر اسلام تا الان. در مقابلش یک مرجع شیعه از روزی که ابن سبع امامت رو درست کرده تا الان حافظ قرآن باشه. پیدا کنید قرآن درست بخونه. امام زمانی که خودش برده، نه قرآن این حق اینو بخون. خب چرا شما حفظش نیست؟ کتاب حفظه، بخاری، مسلم، کتب سنن اربعه و بقیه مسانید موطئات و مسانیدها و سننها. بشنوید ازش. خفقة محب ونبضات قلب. بصفتي أنني تخرجت من هذه الدورة عام 1435. در سال 1435 من از اینجا فارغ التحصیل شدم. ضبطت وحفظت القرآن دون سن 10. قبل از 10 سالگی قرآن رو حفظ کردم. فكانت المبشرات والخيرات والبركات. قال لنا فضيلة الشيخ صالح أزمع حفظه الله أن في أول لقاء في الدورة أن المتميزين في هذه الدورة والحاصلين على درجة 100 يذهبوا لحفظ الحديث النبوي في المدينة المنورة. شیخ پلان به من گفت که شما اول هستید و کسانی که نمره 100 گرفتن برن برای حفظ حدیث در مدینه منوره. وعلى هذا التوجيه ذهبت وبدأت الحفظ و به این خاطر من رفتم و شروع کردم به حفظ کردن، حفظ احادیث بعد از حفظ قرآن. انتهيت بحمد الله من دواوين السنة 18. و شکر خدا که دیوانهای 18 گانه سنت وهي اینا الان اسم میگیره متفق علیه که من بخاری مسلم متفق علیه. وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومالك والدارمي ومسند الإمام أحمد. هر کدوم از اینا یک کتابه. مسند احمد فقط 40,000 حدیثه. وابن حبان وابن خزيمة ومالك والطبراني. هر کدوم از اینا یک کتاب. والحاكم وابن أبي شيبة وأبي يعلى. نجدو ببینی چی بار میاره، اون موقع قم و نجف ببینی چی بار میاره. العظيمة في نتائجها الكثيرة في خيراتها وبركاتها ومن بركاتها أيضا حضوركم أيها الكرام. رسالتي و از برکات این حضور شما حضراته و پیام من اینه که إلى زملائي وإخواني الحفاظ هنيئا لكم ما أن پیام من به همکلاسی هم اینه که خوشا به حالتون که أنتم فيه من نعمة أرادكم ربكم حملة خود خوشا به حالتون در نعمتی که شما هستید که خداوند به شما داده، یعنی حفظ، نعمت حفظ. لكتابه العزيز فخذوه بقوة لتكونوا هداة هذه الأمة. این کتابو با قدرت چنگ بزنید تا هادیان این امت باشید. فأعظم الأعمال التي يحبها الله ويرضاها هي حفظ كتابه ونشره وتعليمه. بزرگترین عملی که خداوند دوست داره حفظ کتابش و فهمش و تعلیمش و نشرش بین مردم باشه. فيا لفضيلة تعلم القرآن. خوشا به حال کسی که قرآن را ولحق بركب أولي الفضل والإحسان. أيها الحفاظ. بله، این یک نمونه
اهل سنت فرزندانشون رو آرزو میکنند که اینجوری بار بیارن. خرافیان مده تشیع آرزو میکنند که فرزندانشون سابشت میکنند. یک نوجوانی رو دیدن در بغل خانه کعبه وایساده بود، سابشت میکرد، مالش ایران بود. روستای یاسوج جلو رئیسی رو گرفتند. خب چی میشد؟ Hadi kime bilir? Hadi verin ya. Mina! 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 Hadi kime bir tamran var. Hadi kime bir tamran var. خود سی چپید میگیری خود سی چپید میگیری ایگاه خود سی چپید میگیری اسمعوا لهذه القصة. چی میشد؟ جناب حاج آقای رئیسی چه مشکلی داشت؟ من این جوابم رو میخوام به عنوان یک شهروند اهل سنت ایران. چی میشد؟ این جواب من رو بدید. چی میشد که یک اهل سنت، یک برادر شما در کابینه شما حضور می داشت و دوشادوش برادران تشیع خودش به وطن خود، به ناموس خودش، به مردم خودش خدمت می کرد؟ شما این رو تحمل نکردید، این رو برداشت نکردید و اون وقت از اهل سنت انتظار دارید. ما هرگز ندای تفرقه افکنی سر ندادیم، اما حقوق خودمون رو هرگز ازش گذشت هم نمی کنیم. ما حداقل یک وزیر رو از اهل سنت هستید که در آینده خطبای اهل سنت راحت تر بتونند
مردم رو به فردای روشن امیدوارترشون بکنن. اما شما با این رفتارتون هیچ حرفی برای جامعه اهل سنت نگذاشتید. هر که خودشو سبک ماره سبک میشه وقتی که آقایون هر جور که باد بره به اون طرف میرن اینطوریه دیگه. اسمعوا لهذه القصة. أحمد بن مجلد عظيما في فتنة خلق القرآن، وفي آخر لحظات حياته قبل موته جاء أحد الجلادين الذين كانوا يقطعون السياط على ظهره وطرق الباب، وخرج عليه ابن الإمام فقال: استسمح لي من أبيك واطلب من الإمام أحمد أن يعفو عني فقد ظلمته وأخطأت في حقه. فلما دخل الابن على أبيه قال: فلان الجلاد عند الباب يطلب منك، قل إني قد عفوت عنه لوجه الله لا أريد منه شيء، لا دنيا ولا آخرة. فاستغرب عبد الله بن الإمام فقال: كيف يا أبي بهذه البساطة؟ فقال الله: كان يوم القيامة نادى منادي: من كان أجره على الله فليقم. أتعرف من هم؟ حلقه ذکر و جذب مریدان بفرمایید. این جلسات همش پر از جادوگری و سحر و دجالگریه. این هم شد اسلام، این هم شد دین. پس مسخره چیه؟ ایناند که مثل مولانا متوکل ها رو میکشند. آقای ابو عمر سربازی شما مطلبی فرستادید ولی نمیدونم چه مناسبت فرستادید. جواب ذبیح الله مجاهد به خبرنگار ایرانی درباره احمد مسعود. با احمد مسعود به عنوان یک صدایی که صدای خیلی از مردم افغانستان بود. نظرشون چیه؟ مردم نبود. صدای چند تا قصیده بود که جنگ میخواستن، فتنه میخواستن.
اگر صدای مردم افغانستان میبود علیه اشغال امریکایی ها، تا شما در پنجشیر کدام صدا را شنیده بودید؟ 20 سال امریکا در اینجا اشغال کرده بود، نیروهای بیگانه از 48 کشور در اینجا حضور داشت، از صبح تا بیگاه مردم را میکشت، بمباردمان میکرد. شما در پنجشیر کدام صدا را شنیده بودید که کشیده؟ آفرین چه جواب قشنگی. از مظلومیت مردم سوال هستش. شنیده بود؟ زمانی که یک امنیت میه، زمانی که اشغال چیده میشه، زمانی که امید از این دیده میشه که دیگر در افغانستان جنگ نباشه، باز اونجا صدا پیدا میشه. چند تا فتنه‌گر از اینجا بیت المال رو با خود قرار داده و رفتن به درهای پنجشیر. نمایندگی از مردم پنجشیر نمیکنن، مردم پنجشیر با ماست. مسئولین کار در پنجشیر والی هستن، امنیت قماندان امنیت است، قاضی است، دیگر مسئولیت‌ها دارن. از ما پنجشیر است. پنجشیری با پنجشیری چی تفاوتی داره؟ او باید ورزش باشه که دزدی کرده، زیر اشغال کلان شده و فکرشون فکر غربی است. او پنجشیری است و دیگر بیچاره که از پنجشیر است، از خاک خود، از فرهنگ خود دوست داره، به خاطر آزادی کشور خود مبارزه کرده. او پنجشیری نیست به نظر شما؟ خیلی متشکرم. همین رو قطعه مصاحبه رو بفرستید، خیلی بهتره. زن که در مغازه یا خیاطی تو شهر کار بکنه حکمش چیه؟ در حالت ضرورت مشکلی نیست و به شرطی که با مردم مخلوط نباشه، اختلاط نباشه. آقای غوث الدین هراتی از ایران، علیکم السلام. پیامبر خدا صلی الله علیه و چند تا زن داشت؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و در عین حال 9 زن داشت، مجموعاً 11 زن داشته. در اون موقع چند زنی عرف جامعه بوده و یعنی در جامعه خیلی ها چند زن داشتن. دقت میکنید؟ این چیز مثل 4 زنی الان، 2 زنی الان، چطوری؟ لیکن شرع اسلام اومد اینو محدود کرد. برای پیامبر محدودش کرد، بر دیگران 4 زن اجازه داد. این در واقع برای پیغمبر سختگیر بیشتریه، یعنی بعد از این اجازه ندارید. دیگران 4 تا میگیرن، میتونن 3 تا طلاق بدن، میتونن دیگه بگیرن. مثلا عرض میکنم و این موضوع رو شیخ شعراوی خدا رحمتش کنه به خوبی توضیح میده. مسئله مهمی که هستش اینه که مسیح پرستان بر علیه اسلام این قضیه رو به جور دیگه جلوه میدن که پیامبر نعوذ بالله خاکم بدن شهوت پرست بوده. یک انسان شهوت پرست، یک انسان زنباره، بلا تشبیه که پاک دامنترین و عفیفترین مرد تاریخ انسانیت رو بهش متهم میکنن. خودش 20 ساله با زن 40 ساله با ازدواج میکنه. دیدی شما همچین همه همسرانی که گرفته بر سر مصالحی بوده، بر سر مصالح سیاسی که بوده و تنها زنی که باکره بوده، دختر بوده، عایشه صدیقه بوده رضی الله عنها. شما نوشتی اهل تشیع چند تا دارد؟ نمیدونم مقصود قبرستان چابهار در 50 متری حوزه علمیه یک قبر که جای 3 قبر رو اشغال کرده. خدا را شکر قبر داخل حوزه علمیه نیست یا براش مسجدی درست نکردن. قبر رو چرا اینقدر این برخلاف سنت درست که قبر بزرگ باشه؟
بدعت های شیعه وارد شده. الان سنت اینه، قبر این طرف هست، اما اینا چهار دیواریه، اینا سنت نیست، برخلاف سنته. این نکنه مصلا باشه آقا برای قبرستان درست کردن، این قبر نیست که. ای بابا خدا رحمتش کنه، لیکن قبر نباید از باقی قبر بزرگتر باشه، قبر عادی باید باشه. آقای اشکنام هدایت شده، خیلی متشکرم از توجهتون. آقای محمد از روسیه، استاد گرامی این جماعت های اهل حدیث در افغانستان الحمدلله امیدوار کننده است. آقا کلمه امارت اسلامی رو همطور که عرض کردم اولین بار اهل حدیث مطرح کردن، مولانا جمیل الرحمن که خداوند شهادتش را بپذیرد، ایشون مطرح کرد. خانم شهین از کردستان، علیکم السلام. آیا روز دوشنبه پنجشنبه قرض رمضان محسوب می شود؟ اگر نیت بکنی بله، اگر نیت بکنی قرض که برات فرضه، باید بخونی، باید حتما اداش کنی. لیکن شما آمدید دوشنبه پنجشنبه گرفتید این قرض ها رو به نیت قرض نه به نیت سنت، لیکن دوشنبه پنجشنبه گرفتید، این مشکلی نیست. این دوشنبه پنجشنبه سنت، فرض نیست. آقای محی الدین تبریزی، علیکم السلام. کتاب های اسباب نزول غالبا درش ضعیف وجود داره متاسفانه. من بعد از برنامه متاسفانه نمیتونم جواب بدم. کتاب اسباب نزول در چیز نگاه کنین، در سایت عقیده اونجا هستش. سایت عقیده کتاباش همش معتبره. خانم سمیه از کردستان، برنامه زنده الان ساعت چنده؟ ساعت 5 به وقت لندنه، به وقت لندن الان مثلا 5 الان 6 و 11 دقیقه. نمیدونم الان فرق 2.5 ساعت یا 3.5 ساعت، نمیدونم بین ایران و اینجا، هر کسی یه چیزی میگه. ما یه تلویزیون داریم اونقدر کوچک تصاویر نوشته را نمایش نمیدست. اگه برنامه راجع به مدیتیشن و فلسفه این مسائل اختصاص بدی، نه من تفسیر رو رها نمی کنم راجع به برنامه دیگه. تفسیر از همه چی مهمتره و حالا صدها برنامه دیگه هست. بارها درخواست کردم دربارش حرف بزنید، چرا این افراد قدرت‌های عجیبی دارن و به عده میگن پیامبر در غارها مدیتیشن انجام میدن. الکی همه این حرفا الکیه، سحر و جادوه. این چقدر میتونه صحیح باشه؟ این کلیپ صحیحه؟ من اینطوری جواب نمیدم. کلیپ رو بنویسید، ترجمهش بنویسید، من ترجمهش رو بخونم بعد منتشرش میکنم. من در مقابل عمل انجام شده قرار ندید. از همه دوستان خواهش مندم قبل از گوش دادن به این ویدیو اینا همه اینا مال شیطان پرستاه، ارزش نداره اصلا.
آقای شیخ جوهری در مورد طالبان: عالم از گروه های سیاسی، گروه هایی که فکری و مذهبی و اون متعصب مذهبیش یه طرف، اون طریقت صوفیش یه طرف، اون طریقت اعتقادیش اشاعره و ماتریدیش یه طرف، اون معتزلیش و غیر و غیر و اون عبادیش و خارجیش از داعش و غیر، گروه های سیاسی، گروه های آقا اینا که همه اینا رو به هم قاطی نکنید آخه. همه اینا یه طالبان داعش هم شدن. سلوکی، گروه های مذهبی، همه میبینید که دست به دست همدیگر دادن برای مبارزه با یک فکر را نابود کنن و اونم فکر محمدی، اونم فکر قال الله و قال رسوله. وانا هستن فکر محمدی که همه میگن ما فکر محمدی داریم. مشکل اینجا کلون یدعی وسطن به لیلا، بگی با غیر مقلدی مبارزه میکنن، با اهل حدیث مبارزه میکنن بعضی ها. البته طالبان این تهمات هنوز رد میکنه. هنوز طالبان میگه در میانمار سلفی هستن، والی طالبان رفت پیش سلفی ها سخنرانی کرد، ولی الان آشفته بازاره. الان در این آشفته بازاری یادتون باشه در اول انقلاب ایران 500 یا 900 تا آخوند کشته شد. همه دستگاه های امنیتی الان هر چی دلشون میخواد کار میکنن برای بدنامی طالبان و طالبان باید زیرک باشند، خودشونو از این تهمت ها مبرا کنند. اگرچه به نظر بنده افرادی در صف طالبان هستند که این چیار رو تقویت میکنن، این گمان ها رو تقویت میکنن. چی کردن در سوریه؟ چی کردن در افغانستان؟ چه بلایی سر مسلمان ها در آوردن؟ مگر همین طالبان مگه صوفی نبود؟ ابزار شدن دست آمریکا برای سیاست های خودشون، برای کشتن مسلمان ها. نه این ظلمه. این ظلمه. طالبان با افغانستان با امریکا جنگیدن، امریکا رو بیرون آوردن، بیرون کردن. انصاف چیز خوبیه، بی انصافی چیز خوبی نیست. بر بگردیم طالبانی هایی که میشنن سخن ما خودشون اصلاح کنن، اسلامشون بشه محمدی. بله ولی اصلاح زبانی داره، نه نصیحت یک زبانی داره، جنگ زبان دیگری. شما وقتی با این لهجه که اونها رو با داعش یکی بکنید و نوکر امریکا بدونید، دیگه حرف شما رو کسی از طالبان کسی نمیشنوه. زنجیرزنی یه پیرزن لبگور، آقای یعقوب شیروزهی. این تمدن اسلامی که آقای خامنه‌ای ازش دم میزنه. آقای هدایت شده خزری، دوستان گرامی و موحدین عزیز و دکتر مولازاده، کوتاه از یک نام طرد شده میگویم که مطلبی تربیتی دارد. شیطان یک نام طرد شده، طرد با ت نیست، با تاه، از جانب الله هست تا زمان مشخص در تمام ادیان ها. نمیگه ادیان ها، میگه ادیان یا دیانت ها. کسی آن راه به نیکویی نبرد، فقط اندک کمی خدا اجازه رو در هم بر همه. من نمیدونم نوشته ها چرا در هم بر همه.
شما جای کپی میکنید میذارید نمیدونم، یعنی سترهاش جملاتش در هم بر همه. انشام خیلی ضعیفه و ببخشید بنده در گویش بیشتر آشنایی دارم دیگه، نمیدونم والا باید بده به کسی اصلاحش کنه، بده به یه نفر اصلاحش کنه بعد بفرست. و زحمتتون متشکرم. آقای یاسین تاجیک، سخنان شیخ و دعوا مولانا ابو عبدالله متوکل حفظه الله، خدا رحمتش کنه و قاتلانش را نفرین کند. در مورد موضوعی که شما سوال کرده، اگرچه بسیار دوستانی را سوال میکنند، ما اول موضوع را فال نیک میگیریم از اینکه الحمدلله نظام بسیار ملحد خبیث از بین رفت. اول موضوع اینمی فال نیک است. دوم است که همه برادرها، خصوصا برادرای موحد ما، کلش در زندان بود. الله سبحانه و تعالی مرا حتی 2 قسم آزادیش از زمانی که در زندان بود در چند ماه اخیر قبل از شهادتش تا بیرون همش تقریبا شبانه تماس داشت با من. شد یک آزادی از اصل زندان، یک آزادی که در بیرون بودن لیکن گشت و گذار نمیتونستن، حتی ملاقات با برادر خود نمیتونست. الحمدلله و آزاد شدن. و سوم است که فضل الله سبحانه و تعالی به مجرد رسیدن اینو، یعنی رسیدن طالبا، یک زن نمیبینی، یعنی برهنه نمیبینی. خودش یکی از جمله دستاوردهاست. به هر مقداری که انشاءالله امیدوار هستیم که در آینده هم این مردم الله متوجه حقیقت بسازد. بله مشکلات و مشاکل خو وجود دارد، این شکی نیست که تعصب و بدبینی ها خلق شده، لیکن ما میقدر مقداری که فی الحال کدام خوبی هایی که آمده این قابل تقدیر است. آینده دیده شود که چی گپا میشه و چی نمیشه. ما دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی هم امت اسلامی را توفیق تطبیق شریعت رسول الله صلی الله علیه وسلم که آورده برشان نصیب بگردانه. امرای ما، امرای همه دوستان. الله خیر و بارک فی عمره. رحمت الله علیه. آقای مسلم بلوچ نیمروزی، صحنه‌سازی موشک طالبان جهت بازداشت پناهجویان بلوچ در بلوچستان شمالی. بنابر اخبار دریافتی طالبان مورچی در اقدام موشک پس از یورش به منازل شهروندان پناهجوی بلوچ در نیمروز افغانستان اقدام به صحنه‌سازی کردند و با گذاشتن مقادیر مواد منفجره و مین فلان. خب اینا که شما هیچ منبعی ندادید، فقط ادعا میکنید. طالبان این شهروندان بلوچ را به عنوان عوامل داعش معرفی کرد که کاملا کذب است. خب از کجا معلوم که حرف خود شما درستش؟ هیچ منبعی ندادید. یک عکس فقط فرستاد، یکی دو تا عکس فرستادید که معلوم نیست این عکس ها چیه. با این عکس ها امروز شاید این عکس اصلا مسجد باشه. دقت میکنی؟ حق یتیم، سخنهای تکان دهنده از شهید باذن الله مولانا متوکل. خود تو را میگم ای ملا، تو را میگم ای وکیل، تو را میگم ای حاجی، تو را میگم ای صوفی، شما را به الله قسم کدام روز یک آواز خیستی در طرف میراب مسجد آمده: او مردم، 2 هفته میشه که فلانی
غریب بیچاره از دنیا رفت وفات کرد، خردکا اولاداست پیشش مانده، زمستانم به چشم سر میبینه، در خانهش چوب پیدا نمیشه، جمع کنی یک 10 روپه. وکیل صاحب کرده یمی کاره، تو را به الله قسم تو را میگم، ملا صاحب کرده یمی کاره، سری تو لازم بود واجب بود، اگر این کار نکنی مصداق از این میگی ولا يحض على طعام المسكين. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. رأيت الذي يكذب بالدين، کسی که تکذیب دین میکنه، جزا را میکنه، ثواب و حساب و کتاب میکنه، او را خبر بده برای پیغمبر علیه السلام نشناسی؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، مکذب به جزا او کسی است که یتیم گذاشته، از حالش خود خبر نکرده، آگاه نکرده. در کدام حالت هست؟ یتیم چه میکنه؟ طفلکی خورد آله دستی و تلیا شده، از دریوره و کل درا شده، یا در مدرسه درس میخوانه و بیغیرت. یتیم چی میکنه؟ الله میگه فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. تیزی و ترغیب به طعام مسکین هم نمیده. در کدام دیگه؟ چند در دیده ایتا دیده؟ امیر که میلاد برپا میکنه برای ازا میگم گفی برای بشنوی و با الله قسم به دلسوزی میگم که مالت ضایع میشه و در کجا مصرف میکنی؟ ملای بدبخت آیت قرآن تحریف میکنه، غلط توجیه میکنه و تو را میگه که ثواب داره. تو بازبار هتل کرا بگی، مردم جمع بکن، چقدر خوب. باز میگه کسایی که کار نمیکنه محبت با پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رحمت الله علیه. آقای محمد زاهد پیر سیف الرحمن در حال دکانداری و سواری بر مریدان، ولی کلیپش نیامده. شما گویا کلیپ فرستادین اینو نوشتید ولی نیامده چیزی. پلیس سگ را از بند رها میکنه، عکس العمل سگ را ببین. آقای ابو عمر سربازی दारुल देवबंद के अंदर एक शख्स था, अब्दुल्ला शाह उसका नाम था। ये देवबंद की मस्जिद मदरसे में झाड़ू दिया करता था। 3 रुपए इसकी این زیرنویسش خیلی پایینه شناخته. آقای زاهد احمدی من معتقدم غربی‌ها در مسائل سکسی هم کلاسشون رفت. یعنی من گاهی میدیدم مثلا تو آمریکا بودم میدیدم که این همدیگر میبوسه،
نمیگم واقعا وقتی میبوسه انگار مثلا شما کاگر میبوسید. بوسش صفر نبود. اینا تخصص داره دیگه. خودشون تخصصشون این موضوعاته دیگه. چرا؟ خب ببرید حوزه علمیه غربی ها رو یادشون بدین آقا. این حوزه شرکیه برای چی گذاشتی؟ برای دکترای 96 هم میبوسه. اما مادر بزرگ ما که منو میبوسید وقتی صورت منو میبوسید انگار مچ میزن. اینها در مسائل کلاسه شده، فکر کردن اگر آزادی بشه به نفعشونه به ضررشونه. اون یک خبر براتون بخونم خیلی واجبه. تست مثبت اعتیاد پس از صرف جوجه کباب. آقای علیرضا رفیعی‌پور رئیس سازمان دامپزشکی ایران در آقای عبدالله از خراسان، بچه هم 3 سالشه با دست چپ غذا میخوره، هر کار میکنم نمیتونه با دست راست غذا خود، دست چپ هست. آیا گناه داره؟ نه گناه نداره، طبیعیه. یا باید مجبورش کنم که راست؟ نه مجبورش نکن، وقتی طبیعی اینطوری مجبورش نکن. آقای قوس الدین تشیع میگه 40 تا زن داره، دروغ میگن. تشیع کجاش راسته که این یکیش راست باشه؟ خب بله، شما که به من ایراد میگیرید که چرا گفتی خر. این کلیپ آقای هلو رو ببینیم چی میگه، اگر چی خود تورانیه. خب این واژه رو فقط من به کار نمیبرم، خیلی از بزرگان به کار بردن. بله شما که به من ایراد میگیرید که چرا گفتی خر. خب این واژه رو فقط من به کار نمیبرم، خیلی از بزرگان به کار بردن. بفرمایید. خیلی خری. یکی دیگه بفرمایید. خیلی خری. خب واقعا خری. ببینید که همچین خیلی واژه بدی هم نیست. خب حالا بریم سر اصل کار خودم. اون چیزی که باعث شد من این برنامه رو بسازم این است که خیلی از این دوستان میگفتن آلی پایم این چیزایی که تو گفتی کفر، وهن، دریوریه، چرت و پرته. من همونطور که اول اون کلیپ هم گفتم که دوستان من اینها رو نقل قول دارم میکنم، از خودم در نمیارم. اسنادش موجوده تو کانال شب نشینی هالو، برید ببینید. مثل اینکه احساس کردم خیلی از این کلیپ ها که تو فضای مجازی به ما میرسه به دست این برادرای ارزشی و بسیجی و علما و طلاب و روحانیون و آقایون نمیرسه. یعنی اینا که ما ببینیم اینا ندیدن. من برای اینکه نشون بدم آقا حرفایی که من زدم مستندام آوردم تو این برنامه، یک که الان نشونتون میدم. البته این دریوری‌ها رو بخواید بگیدم بگید، من مشکلی ندارم. شما هر چی اینا رو بگید، بیشتر بگید، سوژه طنز برای ما درست میکنید. دستتون هم درد نکنه، دستتون هم میبوسیم. ولی مسئله ایرادی است که میگیرن که عالی پیام چرا اینا رو میگی وهن دینه، وهن اسلامه. آقا این وهن قصه پردازی شما درست میکنه، من درست نمیکنم. اگه جوری داری جلوی اینا رو بگیرید. خیلی هاشم تلویزیون خودتون داری پخش میشه، خیلی هاشم هم بالای منابع رسمی خودتونه قصه پردازی میکنید. من با این قصه ها مشکل دارم، همینطور که خیلی از علمای خودتونم مشکل دارم. بحث من سر اینه که با این قصه سازی ها به شعور مخاطب توهین نکن. قبل از اینکه ما بریم سر اصل مطلب یک کلیپ با هم دیگه ببینیم. یک بخش زیاد از منابع مربوط به صدر اسلام در رأسش مربوط به امیرالمومنین، حتی نسبت به خود سیره نبوی و نسبت به امام حسین و محمد بن حنفیه و حمزه و عرض کنم که انواع اقسام آدم‌ها برسید تا شکل ایرانیش ابو مسلم. اینا داستانه و داستان صورت تاریخی به خودش گرفته. تمام اشکال اینه
یعنی داستان رو یک کسی ساخته؟ ملاحظه فرمودین؟ آقا نگو داستانه، بگو افسانه، بگو دروغه. داستانه یعنی چی؟ یکی دیگه هم ببینیم. چاه جمکران هیچ مأخذ و مدرکی ندارد. من اینو صریح و محکم خدمت شما عرض بکنم. ملاحظه فرمودید؟ حالا میگید اینا رو قبول نداری. باش. آیت الله برقعی و آیت الله حیدری هم قبول ندارید. وهابیان علن بلن. باشه. آیت الله مطهری رو قبول دارید؟ یا آیت الله مطهری که نمیتونید بگید قبول نداریم. اجازه بدید از آیت الله مطهری بشنویم. همون بزرگواری که میگن شیعه ها قالتاق ترین مردم رو سراغ اصل ماجرا. شیخ نشست تو لگن گفت یه معجزه خفن، سوسمار و پیغمبر ما با هم دیگه گپ میزدن. عربی مارمولکی رو صید کرده بود، آمد خدمت پیغمبر گفت من به تو ایمان نمیارم تا اینکه این مارمولک به تو ایمان بیاره. و وقتی مارمولک رها کرد روی زمین، پیغمبر صداش زدن یا زبیه یا زبیه. همونطور که فرار میکرد برگشت، نگاه کرد به پیغمبر. پیغمبر فرمود من کیم؟ به زبان فصیح عربی اون مارمولک با پیغمبر سخن گفت. به زبان فصیح عربی گفت السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله. نشست رو درخت بید گفت شما نمیدونید قبل زمین و آسمون خدا علی را آفرید. علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین قبل خلقت ان یخلق الآدم. علی امیر المؤمنین بوده قبل از اینی که آدم ابوالبشر رو خدا خلق کنه. درست میگه. نشست روی پمپ باد گفت عوام بی سواد، یه شیر اومد پیش امام گفت زنم میخواد بزاد. حضرت فرمودن این شیر اومد وقتی که با من صحبت میکرد اینو گفتش که تو امام زمان منی، تو موسی بن جعفری، زن من باردار است. موسی بن جعفر امام زمان من، حیوان میفهمه. ای باریکالله به او حیوان که امام زمانش رو درک داره میکنه. بعد عرضه داشتش که حضرت فرمودن به من گفت تو امام زمانمی، جایی ندارم برم. حضور انورتون که عرض کنم کجا برم؟ اومدم در خونه شما رو تو بیابان پیدا کردم. دعا کنید همسرم راحت وضع امن بکنن. درست میگه. رفت و نشست رو کلید گفت شنیدید یزید نشسته بود جیش بکنه عقربه اونجاشو گزید. رفت جایی عجله کمال ادرار بکنه، تو که نشست عقربی بود و حالت تناسلش یزید. گفتم آره تو راست میگی. نشست توی طیاره گفت تو بهارالانواره دستای پیغمبر ما لوله کشی آب داره. یه وقت دیدن خاتم الانبیا فرمودن یغلبی ها رو بیاری، سطلا رو بیاری. 10,000 نفر آمدن دور پیغمبر. گوشاتون رو واکنین 10 تا انگشت مقدسش خاتم الانبیا اینجوری باز کرد. از هر انگشت پیغمبر مثل یه شالوله آب شیرین خوشگوار سرد. تو راست میگی. رفت توی دیگه چدن گفت ملائکه میگن خربوزه سنی شد ولی بادمجونا شیعه شدن.
خربزه ها رو تهیه کرد و آورد محضر آقا امیرالمومنین. حضرت فرمودن خربزه ها رو قاچ بکنید. قاچ کردن، گذاشتن جلو مولا. اولیشو امیرالمومنین گذاشتن تو دهان مبارک، دیدن تلخه. اصحاب دیدن مولا این خربزه رو پرتش کردن اون طرف. خربزه بعدی شیرینه، گواراست. حضرت فرمودن میل کنید. اصحاب سوال کردن، گفتن آقا حکایت چه حکایتی بود؟ خربزه است دیگه. این خربزه چیکار کرده بود که اینطور پرتش کردید؟ حضرت فرمودن این ولایت منو قبول نکرده بود که ترک شده بود. بعد اولین رویدنی که اقرار به ولایت کرده باید انجام میده. تاکید میکنن زیاد بخورید. اینا رو داریم اینها رو. درست میگی. نشست رو سطل اسید، گفت یه قصه جدید. شیر از تو تابلو در اومد، دشمن حضرت رو درید. به 2 صورت عکس شیر فرمود شما 2 بیایید یه فاجعه رو بخورید. آقا فل مجلس به همون لحظه 2 شیر از این صورت ظاهر شد، 2 شیر حقیقی پریدن. اول اونو تیکه پارش کرد، استخوناشو اونجوری میخورد میکردن که صداشو جمعیت میشنید تو مجلس. بعد تمامشو خوردن و بعد خوناش هم لسیدن. گفتم آره تو راست میگی. نشست روی پشت بام، گفت خلایق عوام، بوی گل و گلاب میده مدفوع و پیشاب امام. ما حتی در بعضی روایات داریم که اهل بیت فضولات ندارن و داریم که مثلا وقتی مثلا اهل بیت علیهم السلام میرفتن و مثلا جای برای آقا رسول خدا برای مثلا قضا حاجت توی عکس پخش میشد و اصلا زمین چیزی رو قرار نمیداد، میبردید کسی چیزی نکرد. درست میگی. رفت نشست تو لجن، گفت خانوما بدونن بی حجابا رو تو آتیش از مو آویزون میکنن. آقا اگه یه دختری موهاشو بذاره بیرون، از نامحرم نپوشونه موهاشو، این عذابش قیامت چیه؟ شنیدین عذابش چیه؟ آویزونش میکنه از چند سال؟ مثلا 100 سال، 10 سال. بعد میشه بگید 1 روز در قیامت معادل چند روز در عالم دنیاست؟ گفتن 50 سال. نه که اینقدر طولانی، یعنی اینجوری میگذره، سخت میگذره. میخوام بگن سخت. درست میگی. نشست رو شیشه لیموناد، گفت به حق من یکاد این رعد و برق آسمون از غضب علی میاد. با حضرت صحبت میکردم. فارعدت السماء و ابرقت، آسمون رعد و برق شد، یه رعدی زد و یه برقی زد. خب از نظر امروز الکتریسیته و نمیدونم بحثای امروز و ایناست، نه ظاهریه. اون وقتم خب رعد و برق بوده. یه وقت آسمون رعد و برق کرد. میگه گویا امام صادق علیه السلام یه حالتی شدند، آقا امام صادق علیه السلام یه توجهی کردند. فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت فرمود اما انه ما کان من هذا الرعد و من هذا البرق فانه من امر صاحبکم. آگاه باش، هرچی از این رعدها میشنوی، از این برقها میبینی، از امور صاحبتونه. صاحبتون از امور صاحب رعد و برقی شد، از امور صاحبتونه. قلت من صاحبنا، سمعت ابن عران عرض میکنه، عرض کردم آقا صاحب ما کیست؟ قال امیر المؤمنین. گفتم آره تو راست میگی. رفت و نشست رو موتور، گفت که حتی رو شتر واجب زن کام بده، چه از قبول چه از دبر. رسول بزرگوار اسلام فرمودن اگر مرد خانم مسلمون ابراز نیاز کرد، روایت حتی روی شتر، به او جواب بده. گفتم آره تو راست میگی. رفت نشست رو نمد، گفت ابوالفضل اومد کنار نهر علقمه با اسبشون حرف میزن. آقا وقتی وارد شریعه شد، تا زانوی از تو آب رفته، از تشنه است ولی آب نمیخوره. حضرت دست رو بردن زیر آب، یک کپی از آب برداشتن که از تصور کنه آقا آب خورد تا اون هم آب بخوره. نشست روی کرگدن، نشسته وا کرد دهن، گفت عربا توی بهشت، فارسا توی جهنمن.
اهل بهشت به هر زبانی باشن زبانشون به عربی برمیگرده. بله. به همین خاطر هم تلقینا رو عربی میخونن، بنابراینه که این اهل بهشت نمیفهمه. و حتی عرب اگه اهل جهنم باشه زبانش به عجم برمیگرده. بله. حتی توی جهنم هیچ سخن عربی رد و بدل نمیشه، همش عجبه. گفتم آره تو راست میگی. گفت که از تو گهواره این احمدی نژاد ما حاله نورانی داره. این وقتی که اطلاعات میکردم یه نفر اصلا که همون گفت جامعه صحاب گفت وقتی تو شروع کردیم بسم الله الله گفتی من نمیدیم اینجوری احاطه کسی رفتی توی سر آخر خودم این احساس کردم، احساس کردم عوض شد اینجا. گفتم آره تو راست میگی. نشست روی صندلی گفت که اون شیخ جلی موقع دنیا اومدن بلند گفت یا علی. در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا یعنی مقام آزاد رحمانی وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. گفتم آره تو راست. نشست روی شست من گفت منو کردی کفن، آقا و صاحب از زمان تیریت آبگوش میخورن. محضر مقدس امام زمان مشرف شدن در حالتی که داشتن غذا میخوردن، آبگوش اینا ترید کرده بودن داشت میخورد، حضرتشی خوردن و از کاسه او خوردند. درست میگه. نشست روی فباره با هیکل بدقواره روغن بنفشه هم چه خاصیتی دارد، خیلی فواید دارد. فرماید دهن اللیل به خصوص در شب روغن مالی کنید. گفتم آره درست. نشست روی هنبه گفت که شیخ اینگونه چشماشو وا کرد یهو رو سنگ برده شوخونه. وقتی رو قسم میدادم که آرزو کرده بکاش آقای مصباح از ما هم شفاعت میکنه. گفت تا این آرزو آمد در چشماشون باز کرد. عجب. یه نگاه این تمساح شفاعت میکنه. آره درست میگی. نشست روی داشبور گفت که سردار نمرد، موشک نخورده به ماشین علی بغل کرده شو گفت. یکی از دوستان سردار که عقد و خوبتم با سردار داره، وصیت سردارم دست ایشون بوده. همش یکی دو مجهول، همش دروغ. دفنشم با ایشون بود. ایشون میگفت سردار رو خواب دیدم بعد از شهادت. گفتم که موشک به ماشینت زدن چه حسی داشتی؟ فرمود که چند دقیقه قبل از اینکه موشک به ماشینم اصابت کنه امیرالمومنین بغلم کرد. یعنی بغلم کرد، از تو ماشین آورد بیرون، تو بغل علی بودم، اصابت موشک رو دیدم، اصلا دردی تحمل نکردم. یه راستم آقا با خودش منو برد وادی السلام. بله ملاحظه فرمودید که حالا من راست میگم به قول بزرگوار. خب تو چرت و پرت گفتی که اون چرت و پرت داره بهت میگه. اگرم چرت و پرت میگم چرت و پرت میگی که چرت و پرت میگم. چرت و پرت نگو چرت و پرت نشنو.
بله، امیدوارم که سود برده باشید. آقای محمد افراسیابی: مشکل این مملکت ملتی هستند که فرهنگ خودشون رو فروختن به جهل و خرافات و آن چیزی است که دنیای غرب سرکردگی انگلیس و امریکا وابستگانش و طرف نوکرانش که این مملکت را اداره میکنند و از آب گلالود ماهی صید میکنند. خب 43 سال آن عده‌ای از این مذهب دروغین اطلاع چندانی نداشتند، روز روز تعدادشون افزوده میشوند، یا اینکه خودشون رو فروختن در مقابل پول و مال که هر چی بخوان بر سر این ملت بیارن. خود ملت باید بیدار بشه، و یا از نادانی و نفهمی که هر آخوندی بر روی منبر هر چی گفت باورشون شد. و مشکل اینجاست 10% مردمی که هم جانشان به لب رسیده و بر ضد این نظام مخالفت میکنن در فضای مجازی سخنی به لب بیارم مجازات، شکنجه، اعدام. اگر در ایام سوگواری ها و عزاداری توجه کنید مشاهده خواهید کرد که این ملت مرتب شستشوی مغزی میشن. امیدوارم ظهور امام زمان. خب هر کسی که قرآن پشت سر بذاره، هر مسلمانی سزاش همینه. آقای محمد زاهد: بالاخره چی شما اومد؟ پیر سیف الرحمن در حال دکانداری و سواری بر مریدان. هر کسی که دست میبوسه پولی هم بهش میده، یعنی به خاطر دست بوسیدنش باید پول بده. مالیدن، مکیدن خون مردم با این روش، به روش تصوف. این بدبخت ها میرن کارگری میکنند یا آقا نشسته باید بخوره. پناه بر خدا. اینجور ذلت خوار کردن مردم رو تصوف همینه، و وقتی این کار رو نکن آخرش به این می انجامه. تعذیب مسلمانان هند توسط هندوهای گاوپرست. ای خدایا، فکر کنم خانومیه. این هم دموکراسی هندوستانی که آقای مشیری تعریفش میکنه. الان به جای این دختر مسلمان، اگه مسلمان ها این کار کرده بودن با یک نفر دیگه غیر مسلمان که نباید البته همچین کاری بشه، همه دنیا میلرزید، همه دنیا عربده میکشید.
وای حال خیلی دایگیری تو کنه کلم میلون میتونه خداوند اینها را نفرین کند و شرشون را سر مسلمان ها بردارد و دوستان اینها را نفرین کند. لا خير فينا والله ونحن نرى أبناء المسلمين يقتلون في الهند. أين المؤتمر الإسلامي؟ أين الرجال؟ أين الجيوش الإسلامية؟ أين الدول الإسلامية؟ أين حكام المسلمين؟ لا عين رأت ولا أذن سمعت. ما ذنبهم؟ ما ذنبهم؟ ذنبهم أنهم يقولون ربنا الله. ذنبهم أنهم يقولون أحد أحد. والله لو رأيت من مشاهد من قتل المسلمين في آسام في الهند والله لبكى القلب من كمد إن كان في القلب إيمان وإسلام. والله لبكى القلب من كمد إذا كان في القلب إيمان وإسلام. لا خير فينا والله، لا خير فينا والله ونحن نرى أبناء المسلمين يقتلون في الهند. أين المؤتمر الإسلامي؟ خداوند اینها را نفرین کند و کسانی که راجع به اینها همکاری کنند. سلام علیکم. خداوند اجرتون داد. این آقای حالو به اندازه 1 سال که از مستندات ابطال مذهب شیعه بگوید در این کلیپش هست. شما خدا وقتی یک شب تکرارش بزنید دوا همه اینا رو ما گفتیم ولی یه جا جمع نکردیم. خب دوستان کم کم رفع زحمت میکنم. کلیپ هایی که براتون تهیه دیدم از الان تا 6 صبح. اول یک مستند ابا و امامه، ببخشید امامه و تاج، بعدش هدایت شدن یک جوان اطلاعاتیه و بعدش حضرت علی علیه السلام موضعش نسبت به سنت پیامبر، بعدش زندگی حضرت علی و چیزایی که براتون هم در زیرنویس نوشتم در راجب حقوق زن. خدایا به طالبان عدل و انصاف و دور اندیشی عطا بفرما و از ظلم و جور دورشان بگردان و کسانی که در این جو آشفته فتنه جویی میکنند اونها را رسوا بفرما. ای بار خدایا تنگ نظری رو از میان طالبان و برادران افغان بردار. ای بار خدایا این دولت نوپا را برکت بده تا عدل و رحمت اسلامی را به مردم نشان بدهد و چهره توحشی را که دشمنان ازش درست کردند و تشیع و خوارج نمونه ای از اون می باشد از اون بتونند بردارند. ای بار خدایا شهدای ما را رحمت بفرما، مردگان موحد ما را رحمت بفرما، مریضان ما را شفا بده، زندگان ما را هدایت بفرما، به جوانان ما توفیق رسیدن به حقیقت
و عقل و حکمت عطا بفرما و به عالمان ما جرأت حقگویی بده. ای بار خدایا، ملت ما را از شر خرافات روحانیان دجال امام تراش نجات بده و آنها را به سوی قرآن و سنت و عقل سلیم رهنمون بفرما و مشکلات کانال ما و بقیه کانال های توحیدی را حل بفرما و ما را سببی برای هدایت خود و دیگران بفرما و به بینندگان ما به خصوص به هدایت شدگان و طلاب گران قدر معهد علامه احسان الیه ظهیر برکت بده و کسانی را که جاسوسی نظام میکنند اونها را همچون که رسوا کرده اید بیش از پیش رسواشون کن. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر گفتمان قومی به شدت باید سرکوب بشه، به شدت باید سرکوب بشه، به شدت باید سرکوب بشه. پشت هر حرف اینا حتی اگر به ظاهر تجزیه طلبی نیست باید به سرکوب بشه. به خصوص جریان در کردستان آذربایجان. هر حرفی آموزش ما بچه‌هامون میان مدرسه تا 7 سالگی آذری خوندن، ترکی خوندن، کردی خوندن، عربی خوندن، میان تو مدرسه نمیتونن فلان، میام یه آموزش زبان مادری خوندن. به شدت باید سرکوب شه. آموزش زبان مادری نره. من میگم زبان مادری. دقت خیلی از این عزیزان میهن پرست ما آموزش زبان مادری کوتاه اومدن. منم قبلا این کوتاهی اومده بودم بعد دیدم نه اینا میان جلو. آموزش زبان مادری کوتاه یه فرقی در درس‌ها میگن آموزش به زبان مادری، یعنی شیمی و ریاضی رو به زبان کردی و ترکی بخونیم. آموزش زبان مادری یعنی اینکه آقا ما در کنار دروس دیگر یه کلاسی داشته باشیم برای زبان قومی خودمون. از